سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. گپ زیاد است. برکناری پروکورور ولایت مختار کوهستان بدخشان پرویز عارفزاده. بازداشت اسکینخید روز برای حمله به بچه‌های تاجیک در یک مکتب چلیابینسک. طالبان یگان وعده‌اش را اجرا نکردند. انتقاد تند سفیر روسیه از طالبان. در گذشت ژورنالیست مشهور زاده تاجیکستان الک پنفیلوف. تغییرات کادری در رهبری شهرهای اصفهان و پنجکند. نجات بخشان تاجیک به عملیات جستجو و نجات در جنوب ترکیه سر کردند. آدینشا قربانوف پیرو دین زردشت از عالم چشم پوشید. و اکنون تفصیلات خبرها. بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد، عارفزاده پرویز رستم هفته پیش از مقام دادستان یا پروکورور ولایت مختار کوهستان بدخشان برکنار گردید. به جای او الکی نظرزاده اوژجان نرزولاجان تعیین شده است. نظرزاده سالهای آخر در مقام دادستانی شهر خوجند و از آن پیش همچون دادستان شهر پنجکند کار میکرد و همچون یک پروکورور حلالکار نام برآورده است. یک منبع در مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در دوشنبه در صحبت با بامداد خبر برکناری پرویز عارفزاده و تعیین اوژجان نظرزاده را تصدیق کرد، ولی گفت آوازه ها درباره گویا به جنایت های کرپسیونی متهم شدن عارفزاده را هنوز شرح دادن نمیتواند. گپ زیاد است ولی از پرونده یا نه هنوز دقیق گفتن نمیتوانم، گفت هم صحبت بامداد. یک منبع نزدیک به ماموریت ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز در خاروغ چرخ زدن چنین آوازه ها را تصدیق کرد، ولی او هم در مورد تا کجا واقعیت داشتن این سر و صداها اظهار بیخبری کرد. نام پرویز عارفزاده که 47 سال دارد و سال 1998 رشته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرد. سال 2017 پروکورور نویه و سال 2020 پروکورور ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد. اساساً در روزهای حوادث خونین ولایت مختار کوهستان بدخشان ورد زبان رسانه ها شد. بر اساس وعده مقامات و اعتراضگران خاروغ در ماه نوامبر سال 2021 تفتیش پرونده مرگ گلبدین زیوبیکوف و دو ساکن دیگر ولایت مختار کوهستان بدخشان را باید مز دادستانی ولایت اداره تحت رهبری پرویز عارفزاده تحت نظارت نمایندگان جامعه شهروندی از کمیسیون 44 که اعتراضگران انتخاب کرده بودند انجام میداد. اعضای کمیسیون 44 طی چند ماه فعالیت خود از عارفزاده و دادستانی همیشه شکایت میکردند که جهت مهم و بازداشت کردن قاتلان این سه ساکن بدخشان کار نمیکند و کردنی هم نیست. در ماه مای سال 2022 مقامات مبنی نوع اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان را این دفعه توسط نیروهای ویژه و سلاح سرکوب کردند و 100 تن از ساکنان این ولایت مختار با اتهام اشتراک در اعتراضها، عضویت در گروه‌های جنایتی و جرم‌های دیگر به جوابگری جنایتی کشانیده شدند. 30 آگوست سال 2022 پرزیدنت تاجیکستان 10 تن از اشتراکیان عملیات سرکوب اعتراضهای بدخشان را با اردن و مدال‌ها و رتبه‌های بلند سرفراز گردانید و پرویز عارفزاده نیز صاحب رتبه مشاور دولتی عدلیه درجه 3 گردید که از لحاظ مقام همسنگ و برابر رتبه گنرال مایور است. در پی دریافت رتبه گنرالی بسیاری‌ها بر این بودند که پرویز نظرزاده اکنون روحش را به منصب بازم بلندتر در ساختارهای دادستانی هموار کرده است. در این لابلا خبر برکناری پرویز عارفزاده آوازه‌های مختلفی را به وجود آورده است، در حالی که مقامات تا کنون برکناری دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان را رسما شرح ندادند. انوره سرکارو و رستم جانی، دو ژورنالیستی که اساساً درباره حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌نویسند، روز 2 فوریه سال 2023 در فیسبوک خبر دادند که عارفزاده از جمله به فروختن ماشین‌های از لیدرهای غیر رسمی و فعالان افشوده پامیر مصادره شده ایبدار می‌شود. بنا به خبرها پلیس شهر چلیابینسک روسیه 8 نورس ملتگرا را دستگیر کرده است. گفته می شود که این گروه نورسان با پیستولت و بلغه و مسلح گردیده روز 8 فوریه سال 2023 به بنای مکتب رقم 5 حمله آورده و 3 نورس تاجیک را تعقیب کردند. به ضد آنها بر اساس ماده 213 کودکس جنایتی روسیه پرونده جنایتی آغاز کردند. این بند قانون همچون جزا تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. بنا به گزارش تلگرام کانال شد
حملهگران پیرو عقیده‌های ملت‌گرایی یعنی اسکینهد بوده برای حمایت از یک رفیقشان که گویا در مکتب رقم 5 زادگان تاجیکستان او را آزار دادند برای رزبار به این مکتب حمله کردند. در حال حاضر یکی از حملهگران که به سن بلاغت رسیده است در حبس قرار دارد و بقیه را که نابالغ بودند به شرط بیرون رفتن از محل زیست جواب دادند. سن حملهگران از 14 تا 18 بوده در مکتب میانه و سال یکم کالج صاحبکاری و فناوری های سوهوی تحصیل میکردند. همه آنها را از یک جا پیدا و دستگیر کرده از آنها چند بلغه، پیستولت ایرزالی و کمان نو بیکل پیدا و مصادره کردند. در نتیجه این حمله یک خواننده مکتب رقم 5 که زاده تاجیکستان است با آسیب مغز سر در بیمارستان بستری کرده شده است. دوست او خواننده صنف 9 نیز در بیمارستان بستری کرده شده است ولی جبردیده سیوم در خانه تبابت میگیرد. خوانندگان صنف‌های پایانی مکتب رقم 5 گفتند که وقتی آدمان مسلح به بنای مکتب حمله کردند آنها خیلی ترسیدند. سخنگوی مکتب رقم 5 گفت این حادثه یک رزبار بین بچه‌های آن محله بوده و همه اشتراکچیانش معاین و دستگیر کرده شدند. در ویدیو دیده می شود که چگونه نورسان مسلح با شست وارد بنای مکتب می شوند و به لطکوب خوانندگان سر می کنند. طوری به نظر می رسد مقامات روسیه بعد 1.5 سال با پیروزی بیچون و چرا به سر قدرت برگشتن جنبش تندرو طالبان از این رژیم نو حاکم بر افغانستان دلسرد شدند. روز 8 فوریه سال 2023 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از افزایش تعداد تروریسم از قلمرو افغانستان به خصوص از جانب داعش اظهار نگرانی کرد. روز 2 فوریه باشد سفیر روسیه در تاجیکستان سیمیون گریگوروف در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا نووستی اظهار داشت که عملا هیچ یکی از وعده‌های هنگام رسیدنشان به قدرت داده طالبان اجرا نشد. گریگوروف یادآور شد که طالبان از جمله کفالت داده بودند که دیگر از خاک افغانستان تهدید تروریسم بر نخواهد خاست. با این وجود در ماه‌های آخر ما شاهد چندین عمل بزرگ تروریستی از جمله به ضد نمایندگی‌های دیپلماتی در کابل و در مرز با همسایه شمالی افغانستان شدیم، گفت سفیر روسیه. دیپلمات بلندپایه روس با نگرانی گفت وضع در افغانستان طبق سناریوی منفی پیش رفته ایستاده است و جنبش طالبان وعده‌های دیگر داده‌اش از جمله مبارزه با سازمان‌های تروریستی، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر هم هیچ کار نکرد. گریگوروف مشکلات عمده حکومتداران کنونی افغانستان را یک یک برشمرد. ما دیده ایستاده‌ایم که سازمان‌های تروریستی در افغانستان آزادانه فعالیت دارند. درباره حکومت فراگیر تا یگان گپ نیست. بنا به معلومات سازمان ملل میدان کشت مواد کوکنور افزایش یافته است. این وضع خیلی بد مردم افغانستان را پره می کند. سفیر روسیه در دوشنبه گفت گمان است که کسی به صورت آشکارا به مرز تاجیکستان با افغانستان که بیش از 1400 کیلومتر طول می کشد و مرز جنوب اسنگه و آدکبه هم به شمار می رود حمله کند. ولی به هر صورت تمام سناریوهای مربوط و مرکب شدن وضع از جمله سناریوهای بدترین در دست بررسی قرار دارند. با جانب تاجیکستان از طریق مقامات حربی، مرزبانی و امنیتی تماس‌های خیلی نزدیک کاری برای مانده شده با صورت پیوسته راه و چاره‌های لازم از جمله چاره‌های مشترک تهیه کرده می‌شوند. خبر داد گیورگیف و افزود یک کفیل امنیت مرزهای جنوب آدکبه پایگاه 201 روسیه است که با نزدیک 7000 عسکر و افسرش در تاجیکستان مستقر شده است. جنبش تندرو طالبان ماه آگوست سال 2021 در پیشروی خروج آخرین نیروهای آمریکا و همپیمانهایش افغانستان تقریبا بدون کدام مقاومت جدی قدرت را در این کشور جنگ زده به دست آورد. رژیم نو طالبان عملا زنان و دختران را از حق تحصیل و کار محروم کرد و حتی تنها بدون یگان مرد محرمشان به کوچه برآمدن آنها را منع کرد. طالبان همچنین با وجود محکومیت بین المللی جزاهای شریعتی در محضر عام از جمله بریدن دست برای دزدی و سنگسار برای زنا را برقرار کردند. صوبیدین جورزاده معاون رئیس شهر اصفهان و سند طاهرزاده و ارکینجان خوشبخت‌زاده معاونان رئیس شهر پنجکند تعیین شدند. بنا به اطلاعیه‌های رسمی تعیینات هر سه آنها با روزگی پرزیدنت امامعلی رحمان صورت گرفته است. صوبیدین جورزاده تا امروز باعث معاون رهبر آسایشگاه زمرد کار میکرد. سند طاهرزاده 2 سال اخیر رئیس دستگاه شهرداری پنجکند بود و ارکینجان خوشبخت‌زاده 6 سال باز رئیس جماعت دیوشتیج بود.
اصفهان و پنجکند با جماعت‌های توبه‌شان هر کدام حدود 300,000 اهالی داشته از شهرهای بزرگ پیشرفته شمال تاجیکستان به شمار می‌روند. زبیدالله شمادوف سخنگوی شهرداری اصفهان روز 2 فوریه سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که مراسم معرفی سپیدین جورزاده باعث معاون رئیس شهر صبح 2 فوریه با اشتراک شهرداری اصفهان بهاودین بهادرزاده و مدیر شعبه کادرهای دستگاه رئیس ولایت سوخت غالب شریفزاده صورت گرفته است. سپیدین جورزاده شهرداری پنجکند نیز روز 2 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که شهردار پنجکند عبدالخالق خالقزاده نیز دو معاون نوش سنت طاهرزاده و ارکینجان خوشوقت‌زاده را در یک جلسه با اشتراک مدیر شبکه کادرهای ولایت سوخت غالب شریفزاده معرفی کرده است. کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر ویدیو و عکس‌های زیادی از جنوب ترکیه خبر داد که از صبح بر وقت 2 فوریه سال 2022 سر ساعت 9:09 با وقت محلی دسته امدادگران تاجیک در منطقه از ولایت آفت‌زده قهرمانمرش ترکیه به کارهای جستجویی و نجات آغاز کردند. ولایت قهرمانمرش در ترکیه از جمله ولایت‌هایی است که در زمین لرزه اخیر زیاد ویران شده است. در این زمان 40 نجات دهنده از تاجیکستان بناهای خراب گردیده را از نظر می‌گذرانند و زیر خاک و سنگ‌توده‌ها و شکسته پاره‌های بتونی را تحقیق می‌کنند. نجات دهندگان تاجیک زیاد کار می‌کنند، زیرا خوب می‌دانند که برای نجات جان انسان‌ها هر دقیقه و ساعت غنیمت است و هر لحظه می‌تواند دیر شود. امدادگران تاجیک در این کار از تجهیزات نو جستجویی و وسایل تکنیکی زمانوی استفاده می‌کنند. شب 9 فوریه در شهر غازیان تپه رهبر گروه نجات بخشان تاجیکستان گنرال مایور سلیمان ایسازاده با سردار ستاد برطرفسازی پیامدهای زلزله در این منطقه جناب یوسف ایسو ملاقات کرد. در این دیدار جانب ترکیه برای یاری و حکومت تاجیکستان اظهار سپاس نمود و همزمان مکانی که باید نجات دهندگان ما فعالیت کنند مشخص کرده شد. این شهر قهرمانمرش است که حالا همه نجات بخشان تاجیک در آن جایند و مشغول راه اندازی کارهای نجات می باشند. باید گفت نجات بخشان از تاجیکستان بار اول در چنین عملیات در خارج کشور اشتراک می کنند. در همین حال بنا به آخرین خبرها تا صبح 2 فوریه شماره قربانیان زمین لرزه های پر قربانی در ترکیه و سوریه از 21,000 گذشت. نایب پرزیدنت ترکیه فؤاد اقتای گفت در ترکیه کمش 18,342 نفر به هلاکت رسیدند. سوریه تا این ساعت درباره هلاکت دست کم 3,377 نفر خبر داده است. بنا به آمار اداره حالت‌های فوق‌العاده ترکیه شماره هلاک شدگان در این کشور به 18,342 نفر رسیده است. 74,242 نفر جراحت برداشتند و تا این ساعت از مناطق آفت‌زده بیش از 75,000 نفر را به مکان‌های امن‌تر کوچاندند. در عملیات نجات در جنوب ترکیه 121,000 نفر اشتراک دارند. به گفته مقامات ترکیه در پی آن دو زمین لرزه پرقربانی و خرابی‌آور صبح و روز 6 فوریه در این منطقه باز 1509 پس لرزه دیگر ثبت شده است، ولی خوشبختانه آنها از خود قربانی به جا نگذاشتند. بانک جهانی به ترکیه برای کمک فوق‌العاده و بازسازی مکان‌های آفت‌زده 1,780,000,000 دلار کمک مالیوی وعده داده است. سازمان جهانی تندرستی گفت اکنون در پیش سازمان‌های امدادی وظیفه اساسی تامین امنیت زندگی آنها است که از این زمین لرزه ها جان به سلامت بردند. نماینده این سازمان گفت در حال حاضر هزاران نفر در زیر آسمان در شرایط خیلی بد بدون دسترسی به آب و گرمی و برق و علاقه به سر میبرند و این همه در حالی است که در مناطق آفت‌زده هوا نیز خیلی سرد است. 8 فوریه سال 2023 پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با هواپیمای نظامی قوه‌های هوایی بریتانیا وارد لندن گردید. او را در فرودگاه نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک پیشواز گرفت. زلنسکی ضمن ملاقاتش با سوناک هدف سفر خود به این کشور را چنین شرح داد: بریتانیا کبیر یکی از اولین کشورهایی است که برای کمک به اوکراین شتافت. از این لحاظ من تصمیم گرفتم برای اظهار سپاس به مردم بریتانیا و نخست وزیر خودم شخصا بیایم. زلنسکی در پارلمان بریتانیا سخنرانی نموده عرض سپاس مردم اوکراین را به اعضای پارلمان و مردم این کشور برای کمک‌های نظامی و بشردوستانه رساند. همچنین او به طور رمزی کلاه یک خلبان نظامی اوکراینی را
به رئیس پارلمان بریتانیا لینسی هویلو توفه نمود که در آن نوشته شده بود ما آزادیم برای حفظ آزادیمان به ما پرو بول دید. زلنسکی گفت فعلا اوکراین به طیاره‌های جنگی سخت نیاز دارد. او اظهار امیدواری نمود که این توفه رمزی باعث تشکیل یک ائتلاف طیاره‌های جنگی خواهد شد. در آخرین سخنرانی خود زلنسکی خیلی مؤیدانه و با یک لحن تاثیربخش تاکید نمود که سال 2020 من به شما برای چای خوشمزه انگلیسی تشکر گفته بودم. این بار میخواهم از پیش برای هواپیماهای انگلیسی تشکر گویم. همچنین او ضمن این سفر با شاه کارل سه نیز واخوری انجام داده از تمرینگاه نظامی بریتانیا که در آن نیروهای اوکراینی آموزش میگیرند دیدن کرد. در پی این زلنسکی لندن را با قصد پاریژ با قصد واخوری با پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون و صدر اعظم آلمان اولاف شولز که او را در قصر الیسه منتظر بودند ترک نمود. پس از واخوری با زلنسکی رئیس جمهور فرانسه گفت که فرانسه به اوکراین کمک خواهد کرد تا در جنگ غالب بیاید. اوکراین میتواند مطمئن باشد که فرانسه و هم پیمانانش حتما تا شکست روسیه در میدان جنگ به اوکراین همه کمک را میکنند. صدر اعظم آلمان اولاف شولز نیز در سخنرانی خود تاکید نمود که چقدر ضرور باشد آلمان آماده است به اوکراین کمک کند. در این جنگ نباید روسیه غالب گردد. نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک نیز تاکید نمود که بریتانیا هیچ چیز را برای کمک به اوکراین دریغ نخواهد داشت. در همین حال استخبارات کشورهای گوناگون خبر میدهند که ارتش روسیه در طول نزدیک به یک سال جنگ اوکراین با شمول هم کشته و هم زخمی ها از 90,000 تا 120,000 نظامی خود را از دست داده است. روز 9 فوریه سال 2023 سامانه نیکی با تکیه به منابع خود در استخبارات ژاپن نوشت که در مدت یک سال جنگ روسیه در اوکراین 20 جنرال خود را از دست داده است. اینستیتوت آموزش جنگ اینچنین از بی‌سری محبوسان مجبوراً به جنگ فرستاده شده حرف زده. محبوسان آنچه که فرماندهان ارتش روسیه از آنها انتظار داشتند برآورده ساخته نتوانستند. در همین حال اوگنی پریگوژن مالک شرکت خصوصی حربی واگنر روز 9 فوریه خبر داد که جلب زندانیان را برای فرستادن به جنگ اوکراین بس کرده است. اما در همین حال محبوسان به نزدیکان خود شکایت کردند که افسران وزارت کارهای داخله و FSB با آنها صحبت کرده تهدید نمودند که در صورت نرفتن به جنگ دوباره به ضدشان پرونده های جنایتی میگشایند و به مدت های طولانی روانه زندانشان میکنند. این گفته ها را یانا گلیمل یک حامی حقوق نیز تصدیق کرده گفته است که یک شخص زیر حمایت او را نیز چنین تهدید کردند. بنا به گفته اولگا رومانووا سردار فوند روس سیدیاش شرکت واگنر تا امروز نزدیک به 50,000 محبوس را مجبوراً به جنگ فرستاده است. اودینشاه قربانوف یکی از پیروان انگشت‌شمار آیین قدیمی زردشتی در تاجیکستان در سن 92 در نوحه شمس‌الدین شاهین یا شوراباد پیشین درگذشت. او را روز 9 فوریه سال 2023 در دهه نوآباد این نوحه به خاک سپردند. ساکنان دهه او را با نام آدینه شاهی میشناختند و میان مردم بیشتر همچون استاد سازهای موسیقی معروف بود. آدینه شاهی 7 سال پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که آنها نسل به نسل آیین زردشتی را حفظ کردند. منزل زیست او پر از سازهای موسیقی بودند که با دستان خود تراشیده است. آدینه شاهی با آهنگ و سازهای موسیقی مناسبت خاص داشت. او گفته بود که پدر و باباهایش آخر عصر 19 از سراغ افغانستان به دهه نوآباد نوحه شوراباد کوچیدند. او اصلا آیین زردشتی را علم میگفت. وقتی میخونی میفهمی که این علم است. زردشت اجازت نمیدید که کورکورانه از او پیروی کنی. تو اول ما را بیاموز، وقتی پسند آمدم مرا فهمیدی، بعد مرحمت بپرور مرا. میگفت آدینه شاهی. زردشت یک آیین قدیمی قبل از اسلام است که اکثر تاجیکان در گذشته از آن پیروی میکردند. در عصرهای 8-9 تاجیکان اسلام را پذیرفتند و مثل آدینه شاه افراد پایبند به آیین قدیمه تنها در بعضی گوشه‌های افغانستان، ایران و هندوستان باقی ماندند. آدینه شاه در تاجیکستان از انگشت‌شمار نفرانی بود که خود را آشکارا پیرو این آیین قدیمی میدانست. الک پانفیلوف ژورنالیست معروف زاده تاجیکستان، رهبر سابق مرکز ژورنالیستیک اکستریمالی روسیه، روز 10 فوریه سال 2023 در گرجستان در سن 66 وفات کرد. 15 سال آخر الک پانفیلوف در گرجستان به سر میبرد و شهروند این کشور شده بود. خبر مرگ الک پانفیلوف را همسرش اکسانا مسلک نشر کرد. الک وفات کرد. کوتاه خبر داده است
او در فیسبوک همسرش درباره سبب‌های مرگ پانفیلوف چیزی ننوشته است، ولی دوستانش میگویند که او سالهای طولانی از بیماری استما اذیت میکشید و سالهای آخر فشار بلند و بیماری قلب نیز عذابش میدادند. الک پانفیلوف مؤلف فیلم مستند درباره دره یغنوب و مردمش بود و در سالهای 90 تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان را نیز تألیف و نشر کرده بود. الک پانفیلوف در پایان سالهای 80 و اول سالهای 90 همچون یکی از تشبسکاران از لنین‌آباد به خوجن عوض کردن نام شهر زادگاهش بود. الک پانفیلوف 7 سپتامبر سال 1957 در شهر لنین‌آباد یا خوجند به دنیا آمده دانشکده آموزگاری لنین‌آباد را ختم کرد و سابقه کاریش را از معلمی آغاز کرد. او بعدا در تلویزیون تاجیکستان برنامه می برد و درباره مردم یغنوب فیلم مستند تهیه کرد و در روزنامه های کمسمال تاجیکستان و نزاویسیما گازیتا چاپ مسکو کار میکرد. سال 1992 در پی پیروزی فرانت خلقی الک پانفیلوف ترک تاجیکستان کرد و به مسکو پناه برد. او در سالهای 90 یک مدت رهبر دفتر کمیته حمایت از ژورنالیستان را در مسکو در دست داشت و در فوند حمایت از آشکاربیانی و مرکز ژورنالیستیک اکستریمالی دو نهاد مربوط به اتفاق ژورنالیستان روسیه کار میکرد و با بخش روسی رادیوی آزادی از سال 1994 تا 2010 و سپس با طریق کریم بخش اوکراینی این رادیو همکاری داشت. الک پانفیلوف مؤلف و هم مؤلف و مرتب نزدیک 60 کتاب و مؤلف سناریوی 8 فیلم است. سال 2008 الک پانفیلوف ترک روسیه کرد و به گرجستان کوچید. بعد چند شهروندی این کشور را به دست آورد. او میگفت به سبب بوغی شدن آزادی مطبوعات از روسیه رفت. در گرجستان الک پانفیلوف در دانشگاه ایلیا درس میداد و مقام پروفسور این مکتب عالی را صاحب شد. او همچنین در شبکه یکم قفقاز یک تیوی که با تشبث پرزیدنت وقت گرجستان میخائیل ساکاشویلی بنیاد شده بود برنامه میبرد. همچنین حکومت گرجستان پانفیلوف را با اردن شرف سرفراز گردانیده بود. با وجود سالهای دور افتادنش از تاجیکستان در هر کجایی که بود دل الک پانفیلوف همیشه به یاد تاجیکستان میتپید و هر کسی که مهمان او میشد چه در مسکو چه بعدا در تفلیس یا در کیف و پراگ الک حتما برایش آش پلو تاجیکی میپخت، آشی که برایش بوی تاجیکستان میکرد و آخرین رشته بود که او را با وطن گم کردهش میپیوست. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.